سلام و درود به همه همراهان عزیز کانال داستان‌های شب. امشب اومدیم با یک داستان بسیار جذاب در خدمت شما باشیم. به گفته خود فرستنده این داستان کاملا واقعیه، اما قضاوتش با شما. اسم کاراکترها به دلیل حریم شخصی عوض شده. وقتی که ازدواج کردم 18 سالم بود. توی یک خانواده بلوچه خیلی محافظه‌کار بزرگ شده بودم که تو همچین خانواده هایی دخترای خوب هیچ وقت نه به والدینشون نمیگن. پدرم میخواست که من ازدواج کنم. منم گفتم اگه این شما رو خوشحال میکنه پس باشه. و البته که اصلا ازدواج خوشایندی نبود. فقط 2 سال بود که ازدواج کرده بودم که ناگهان دچار یک تصادف رانندگی شدید شدم. شوهرم یه جورایی خوابش برده بود و ماشین سقوط کرد به داخل گودال. اون خودشو نجات داد و خوشحالم برای اون. اما من تو ماشین موندم و دچار آسیب زیادی شدم که لیستش طولانیه و نمیخوام براتون بگم. نترسید، الان بهتر شدم. استخوان بازوم خرد شد. کف دست و استخوان چانه و کتف و قفسه سینه‌ام همینطور. و به خاطر خرد شدن قفسه سینه‌ام ششها و کبدم به شدت آسیب دیده بودن. نمیتونستم درست نفس بکشم و هر دو کلیه‌مو از دست دادم. به خاطر کلیه‌امه که هر جا میرم باید یک کیف با خودم حمل کنم و اون کیف همیشه تنم باشه. اما اون حادثه منو زندگیمو کلاً تغییر داد و آسیبی که به ستون فقراتم وارد شد درک کلی منو از زندگی تغییر داد. 3 از مهره‌های پشتم کاملا نابود شدن و من برای بقیه زندگیم فلج شدم. این حادثه در یکی از مناطق خیلی دور افتاده اتفاق افتاد که نه کمک‌های اولیه‌ای بود و نه بیمارستان و نه آمبولانسی. من داخل اون ماشین داغون بودم و توی ناکجا آباد گیر افتاده بودم. مردم زیادی به کمکم اومده بودن و سعی کردن که نجاتم بدن و منو از ماشین بیرون بکشن. و وقتی که میخواستن منو از ماشین بیرون بیارن طناب نخاییم به طور کامل پاره شده و آسیب دیده. یه بحث بزرگی راه افتاده بود. هراسون از اینکه اگه منو ول کنن شاید همینجا جون بدم و تلف بشم. یه ماشین جیپ گوشه کنار جاده ایستاده بود. گفتن ببریدش عقب جیپ و ببریمش بیمارستان. بیمارستانم که از اون مکان 3 ساعت دور بود. و خب اون سواری خیلی ناجور بود و هیچ وقت اون سواری بدو یادم نمیره که من توی هر دست انداز خرد شدن دنده هامو حس میکردم. همه استخونم شکسته بود و اونا منو انداختم پشت ماشینی که فقط به درد کوه و کمر میخوره. اونجا بود که من فهمیدم نصف بدنم به شدت آسیب دیده و نصف دیگشم کاملا بی‌حسه و بالاخره بیمارستانم سپری کردم که برای 2 ماه بستری بودم. خیلی وحشتناک بود. جراحی های زیادی انجام داده بودم. دکترها تیتانیوم خیلی زیادی در بازوهام و پشتم گذاشته بودند. گاهی تعجب میکنم که چطور میتونم هر بار از اول این داستانو تعریف کنم. یکی بهم گفت اگه هر بار داستانتو تعریف میکردی و گریه نمیکردی باورم میشه که واقعا خوب شدی. اون 2 ماه توی بیمارستان خیلی وحشتناک بود. در آستانه یک ناامیدی مطلق بودم. یه روز دکتر اومد پیشم و گفت خب شما که میخواستی یک هنرمند بشی و الان اوضاع جوریه که فقط میتونی یک خانم خانه‌دار باشی، خبرهای زیاد جالبی براتون ندارم. اولین خبر بعد اینه که تو دیگه نمیتونی نقاشی بکشی چون مچ دست و بازوهات اونقدری آسیب دیده که نمیتونی دیگه مداد دستت بگیری. من ساکت موندم و روز بعد
دکتر اومد و بهم گفت آسیب ستون فقراتت اونقدر زیاده که دیگه نمیتونی راه بری. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم خب باشه. روز بعدم دکتر اومد و گفت به خاطر مشکل ستون فقراتت و چیزایی که جاگذاری کردیم دیگه نمیتونی بچه دار بشی. اون روز دیگه از اعماق وجودم داغون شدم. یادمه از مادرم پرسیدم آخه مامان چرا من؟ چرا واقعا من؟ چرا باید همه این بلاها یه جا سر من بیاد؟ من آخه عاشق بچم، خودم به درک من بچه میخوام. و اون روز بود که وجودم برام جای سوال شد و نمیدونستم اصلا چرا من تا الان زندم. خب معنی زندگیش کجاست؟ من که با این چیزایی که دکتر گفت علنا یک مرده متحرک محسوب میشم. نمیتونم راه برم، نمیتونم نقاشی بکشم. ایناش تا حدودی برام مشکلی نیست، ولی چرا نمیتونم مادر باشم؟ و ما خانوما یک تفکری داریم که خودمونو بدون فرزند ناقص میبینیم. انگیزم کجا باشه وقتی تا آخر زندگیم مردم ازم میترسن و فکر میکنن که من آدم عادی نیستم. قرار سرنوشتم چی باشه؟ چرا من؟ چرا اصلا من زندم؟ هممون میخوایم که این تونل رو تا آخرش بریم، چون میدونیم آخرش یه پرتوی نوری هست. دوستان عزیزم، شرایط منم مثل یک تونل بود، چون باید طی میکردم، اما آخرش هیچ نور امیدی نداشت و اونجا بود که فهمیدم کلمات قدرت شفا بخشیدن به روح آدمی رو دارن. اونجایی که مادرم بهم گفت دخترم این دردم تموم میشه، خداوند برنامه بزرگتری برات داره. نمیدونم چیه ولی مطمئن باش داره. این حرف مادرم به هم قوت قلب داد و به من امید و انگیزه بی پایان برای مبارزه با جسم خودم داد. و با وجود این همه درد و اندوه اون کلمات قدرتی جادویی داشتن که باعث شد با تمام وجودم ادامه بدم. سعی میکردم با یک لبخند اون اندوهی که در دلم بود و پنهان کنم، ولی کار خیلی خیلی سختی بود. ولی میدونستم که اگه من تسلیم بشم مادر و برادرامم تسلیم میشن و نمیتونستم گریه های اونا رو تحمل کنم. اما چیزی که منو نگه میداشت این بود که یک روز به برادرم گفتم که میدونم دستای ناقصی دارم، اما از این دیوارای بیرنگ و رو خیلی خسته شدم. آخه چیه فقط یه رنگ سفید خالی؟ میخوام رنگای بیشتری به زندگیم بیارم. برام یه خورده رنگ و یه تخته نقاشی بیارید که میخوام نقاشی کنم. اولین نقاشی جدیدم و توی جسم جدیدم در بستر مرگم کشیدم. یه قطعه هنری یا فقط عشق و علاقه خودم نبود، بلکه یه شفابخشی بود. اونقدر شفابخش بود که میتونستم بدون یک کلمه حرف زدن کل چیزی رو که در دلم بود نشون بدم. میتونستم داستانم رو باهاش به اشتراک بذارم. شاید باورتون نشه ولی من خودم رو کشیدم تو اون لحظه. مادر من اصرار داشت که من توی همون وضعم پرنسسم و انقدر زیبام که از تمام دخترها و زنای سالمم بیشتر دارم میدرخشم. شوهرم از من طلاق گرفت. چرا؟ چون نه دیگه میتونستم نیازاشو برطرف کنم و نه میتونستم برای بچه هاش مادر باشم، چون نمیتونستم بچه رو تحمل کنم. بدنم کشششو نداشت. اما من کنار مادر مهربونم هنوز که هنوزه دارم با این اوضاع ادامه میدم و این فاز فعلی منه که خیلی 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 خوشحالم. خب رفقا، این داستانم تموم شد. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. اگه از این داستان لذت بردید ممنون میشم که کانال داستانهای شب رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید.
تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بدرود.